سلام و عرض ارادت خدمت دوستان عزیز کدیادی. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون خوب باشه. امیر هستم از مجموعه کدیاد و با جلسه دهم از دوره آموزشی مقدماتی تا پیشرفته پایتون در خدمت شما عزیزان هستم. قبل از هر چیزی بچه‌ها من تشکر میکنم از همه شما و دوستانی که توی بخش نظرات کلی انرژی مثبت به من منتقل میکنن. واقعا ممنونم. امیدوارم که بتونم بخشی از این لطف و محبت شما رو جبران کنم. خب بچه‌ها توی این جلسه قراره که درباره استرینگ ها صحبت کنیم. جلسه قبل با تعدادی از ویژگی های استرینگ ها آشنا شدیم و توی این جلسه هم قراره که نکات بسیار مهمی رو با همدیگه یاد بگیریم. پس با دقت به این قسمت هم نگاه کنید چون در آینده میتونه خیلی برای شما کاربردی و مفید باشه. خب بچه‌ها یک سری میزنیم به سایت W3 Schools و حس میکنم که ظاهر سایت یک مقدار تغییر کرده. ما از اینجا وارد پروگرامینگ و لرن پایتون میشیم. از توی این سرفصل ها پایتون استرینگ رو انتخاب میکنیم و باز هم توی این فرست اسلایسینگ استرینگ رو انتخاب میکنیم. خب بچه ها ببینید اینجا نوشته اسلایسینگ استرینگز، یعنی برش زدن، قطع قطع کردن استرینگ ها. بچه ها اسلایس کردن استرینگ ها چه معنی میتونه داشته باشه؟ ما اینو امروز قراره که با هم دیگه بشکافیم و درباره اون صحبت کنیم. آیا استرینگ ها قابل بریش زدنن؟ بله، کاملا میشه استرینگ ها رو اسلایس کرد. پس بیایید با هم دیگه این کار رو انجام بدیم. میریم وارد محیط ویژوال استودیو کد میشیم، اما قبل از اون یک پوشه ایجاد میکنیم. حالا اسمش رو بذاریم مثلا چی؟ کدیاد. امیدوارم که پوشه شما بچه از قبل آماده شده باشه دیگه، کاملا در جریان امور قرار دارید. خب ویژوال استودیو کد باز میشه. من یک فایل پایتونی میسازم مثلا با اسم slicing.py. خب حالا شروع میکنیم. ببینید بچه ها، من یه متغیر تعریف میکنم تحت عنوان x و مقدارش رو قرار میدم کلمه پراگ مثلا. خب و همونجور که میبینید ما در واقع حالا یک مروری هم داشته باشیم. معرف استرینگ بودن در زبان پایتون همین سینگل کوتیشن ها و دابل کوتیشن ها هستن و من اینجا از سینگل کوتیشن استفاده کردم، یکی در ابتدا و یکی در انتها. خب یک پرینتی هم بچه‌ها بگیریم از این تایپ x. چی شد؟ خب و x اجرا کن برای من. میبینید که کلاس استیار برای من چاپ و رویت میشه. بچه این تایپ هم خیلی کاربردیه و یه وقت فکر نکنید که فقط جنبه آموزشی داره. نه، در آینده خیلی به کار شما میاد و میتونه استفاده های زیادی داشته باشه. حالا من اینو پاک میکنم. ببینید بچه ها، در زبان پایتون استرینگ ها نشانه گذاری میشن و هر حرفی در زبان پایتون یک شناسنامه داره که منحصر به فرده و دیگه شبیهش نیست. یک آیدی داره، یک نشانه داره، یک شناسه داره که انحصاریه، فقط مخصوص اون حرفه. جالبه مگه نه؟ یعنی هر استرینگی که شما ایجاد میکنید میخواد هزاران هزار کلمه داشته باشه، ده ها هزار کلمه داشته باشه. به همون تعداد شناسه و نشانه دارن. پس ببینیم که این شناسه ها و این نشانه ها کجا هستن و ما چجور میتونیم از اونها استفاده کنیم. برای اینکه مطلب خوب جا بیفته من از گوگل یک عکسی رو دانلود کردم که به شما نشون میدم. ببینید بچه‌ها، دلیل اینکه اونجا من نوشتم کلمه پراب رو اینه که توی این عکس هم کلمه پراب رو مثال زده و خواستم که شبیه به هم باشن. خب بچه‌ها ببینید، اول از هر چیزی اومده کلمه پراب رو اینجوری توی یک مربع‌های آبی قرار داده، جدا جدا توی یک ردیف یا حالا جدولی، و بالای اون نوشته لنگز ما میشه 5، یعنی طول استرینگ ما عدد 5 است که در واقع اشاره داره به تعداد حروف استرینگ ما. 1 2 3 4 5 حرف داریم. لنگز ما هم میشه 5 و ما این رو هم باهاش سر و کار داریم. ولی اون چیزی که الان مهمتره و ما بیشتر با اون سر و کار داریم در واقع ایندکس هست. همونجور که میبینید اینجا نوشته ایندکس و زیر هر مربع یک عدد قرار داده، یک عدد صحیح قرار داده. بچه به این پایینی کار نداشته باشید، راجع به این هم صحبت میکنیم. الان ما با این ایندکس سر کار داریم. 0 1 2 3 4 حرف P 0، حرف R 1، حرف O 2، حرف B 3 و حرف E عدد 4. در زبان پایتون استرینگ ها نشانه گذاری میشن، ایندکس گذاری میشن. ایندکس یعنی نشان. خب و هر حرفی یک عدد داره و این اعداد از سمت چپ به راست اون اعداد صحیح هستن، اعداد معمولی که ما میشماریم 0 1 2 3 4 و الی آخر. و حرف اول استرینگ با
عدد صفر شروع می شود. این نکته خیلی مهمه. حرف اول استرینگ ما با عدد صفر شروع می شود. نکته ای که در ابتدا یک مقدار تا ذهن ما به اون عادت کنه طول میکشه، ولی خب خیلی ساده است دیگه. به جای اینکه از یک شروع بشه از صفر شروع میشه. یعنی اگر لنگز ما، طول حرف ما، طول استرینگ ما، طول کلمه ما اگر 5 هست، آخرین ایندکس ما یکی کمتره. این هم یک نکته. پس در زبان پایتون ایندکس ها از صفر شروع میشن و همون جور که میبینید حرف پی شناسنامه صفر رو داره. شناسنامه حرف آر چیه؟ عدد 1. شناسنامه حرف او چیه؟ 2. و همون جور که میبینید اینا دیگه تکرار نمیشن. یعنی نمیشه ما در یک استرینگ 2 تا شناسه مثلا 1 داشته باشیم، 2 تا شناسه 3 داشته باشیم. نه، هر حرفی شناسه مخصوص به خودش را دارد. این نکته خیلی مهمه. پس ما میایم اینجا و چیزی که ما امروز قراره با اون انجام بدیم یا به اصطلاح اسلایس کنیم اینه که فرض کنید شما با استفاده از شناسه یا شناسنامه یک حرف میخواید اون حرف رو صدا بزنید. در کلمه پراپ هر کدوم از این حروف یک شناسنامه داره دیگه. شما میخواید اون شناسنامه رو صدا بزنید، خب، و با استفاده از اون شناسنامه اون حرف رو پیدا کنید. مثلا میخواید ببینید که توی کلمه پراپ حرفی که شناسنامه عدد 2 رو داره یا شناسش عدد 2 هست یا ایندکسش عدد 2 هست، همه اینا درسته ها، چه حرفیه؟ خب اول از این هر چیزی که شما توی این کلمه خیلی ساده میتونید ببینید که اونی که ایندکس شماره 2 رو داره عدد در واقع حرف او هست. پس چرا؟ چون که پی میشه 0 یعنی ایندکس شماره 0، آر میشه 1، او میشه 2. اوایل بعضیا ممکنه فکر کنن که او چون حالا حرف سومه پس ایندکسش هم 0. نه عزیزم، چون که از 0 شروع میشه پس او میشه ایندکسش چی؟ 2. به همین سادگی. حالا من چجور میتونم این ایندکس رو توی کلمه صدا بزنم؟ این خیلی مهمه. ببینید من میگم پرینت کن برای من. بچه دقت کنید خیلی آسونه. x رو خب یک بار از x پرینت بگیریم مثل همیشه پراپ. خب حالا کافیه که من بعد از x بدون فاصله خب کروشه باز کنم. یک کروشه باز و یک کروشه بسته، کروشه باز و کروشه بسته، و درون این کروشه بیام و ایندکس مورد نظرم رو وارد کنم. ایندکس شماره 2 رو میخواستیم دیگه. خب پرینت کن برای من، چیزی که ما الان داریم تعریف میکنیم. آقای پایتون پرینت کن برای من از متغیر x که یک استرینگ هست، میبینید که نوشته str، از متغیر x که همون کلمه پراپ هست کروشه باز ایندکس شماره 2 رو و کروشه بسته. الان این پرینت ما باید چی رو برای ما چاپ کنه بچه؟ باریکلا، باید او رو برای ما به تنهایی چاپ کنه. ما چون فقط گفتیم آقا ما ایندکس شماره 2 رو میخوایم. پس اگر من بیام پرینت بگیرم میبینید که حرف او چقدر زیبا برای من چاپ میشه و این بسیار بسیار کاربردیه و در آینده خیلی مفیده. من سعی میکنم که یکی از پروژه‌های خودم رو که از اسلایسینگ استفاده کردم و خیلی هم مفید بود بهتون نشون بدم. خب پس حالا فرض کنید که من حرف مثلا بی رو میخوام. خب بچه‌ها میخوام حرف بی رو چاپ کنم. از کلمه پراپ فقط کلمه حرف بی رو میخوام. حالا باید چه ایندکسی رو صدا بزنم؟ پی میشه 0، آر میشه 1، او میشه 2، بی میشه 3. پس کافیه که اینجا بگم آقا ایندکس شماره 3 رو از کلمه پراپ برای من پرینت بگیر و همونجور که میبینید حرف بی برای من چاپ و رویت میشه. من XLS بزنم که فضا تمیز بشه. خب حالا بچه ها ببینید یک مثال دیگه هم بزنیم. فرض کنید که حالا ما نمیخوایم این x رو بیاریم. به نظر شما من این رو پاک کنم، اگر من توی همین پرانتزها بنویسم پراپ خب و بیام بعد از استرینگ خودم کروشه باز و بسته کنم و توی این بنویسم مثلا 4، به نظر شما آیا حرف ای برای من چاپ میشه؟ دقت دارید دیگه نیومدم متغیر رو بذارم، استرینگ رو گذاشتم، بعد از پایان استرینگم بعد از سینگل کوتیشن اومدم کروشه باز و بسته کردم و عدد 4 که ایندکسش هست رو قرار دادم. چاپ کنیم ببینیم آیا ای چاپ میشه؟ میبینید که حرف ای برای من چاپ شده. چقدر زیبا. پس بچه ها میتونیم از خود استرینگ هم مستقیما ایندکس ها رو صدا بزنیم و اونها رو فراخونی کنیم. فرقی که داره، تفاوتی که داره اینه که اگر اون متغیر ما خیلی طولانی بشه
اگر متغیر ما خیلی طولانی بشه دیگه نمیشه ما بیایم متغیر رو اینجا وارد کنیم استرینگ، دیگه ممکنه مثلا یک جمله باشه، یک جمله طولانی باشه، چند خط باشه و این کار به اینه نیست. پس دلیلش اینه که ما میایم از متغیرها استفاده میکنیم و متغیرها کار ما رو ساده تر میکنن. پس بهتره که ما از متغیرها صدا بزنیم ایندکس های خودمون رو. خب نکته بعدی اینه که اگر ما وارد سایت W3 Schools بشیم، من سایت W3 Schools رو بیارم و از توی همین strings slicing strings بیایم پایین تر، گاهی اوقات ممکنه ما بخوایم که از توی این جمله خودمون از یک جای مشخص تا یک جای مشخص رو انتخاب کنیم و بیاریم بیرون. اینجاست که معنی بچه ها اسلایسینگ خیلی واضح تر میشه. در واقع ما میخوایم برش بزنیم مثلا از اینجا تا اینجا رو. الان باید چه کاری انجام بدیم؟ این پایین اومده خودش این کار رو برای شما انجام داده و همونجور که میبینید بچه خیلی واضح نوشته. پایتون یکی از ویژگی های خوبی که داره همینه، با شما حرف میزنه، میگه آقا از توی متغیر B از ایندکس شماره 2 تا این فرض کنید این تا باشه، خب تا ایندکس شماره 5 رو میخوام به من نمایش بدی و ببینیم که چجور میشه. اینجا اگه try yourself رو بزنید خودش اینجا بهتون نشون میده توی یک حالا محیط قابل نوشتن کدای پایتونی میبینید که LLO رو برای شما آورده، ولی خب ما توی ویژوال استودیو کد این کار رو انجام میدیم. همین هلو ورد رو میاریم کپی میکنیم و توی ویژوال استودیو کد خودمون قرار میدیم، خب و این رو هم پاک میکنیم. خب حالا میگیم آقا ما میخوایم از ایندکس شماره 2 که میشه چی بچه ها؟ 0. بگید دیگه H میشه 0، E میشه 1، L میشه 2. از ایندکس شماره 2 تا ایندکس شماره 5 که چیه؟ که بگید بچه ها 0 1 2 3 4 5 تا این کامایی که اینجا هست باید برای ما چاپ کنه. اما بیاید ببینیم که چی میشه. پرینت کن برای من x کروشه باز و بسته از ایندکس شماره 2 تا ایندکس شماره 5. چیزی که انتظار میره خب ایندکس شماره 2 که این ال اینجاییه و ایندکس شماره 5 هم که اینه. اما اگر ما پرینت بگیریم و اجرا بگیریم این چی میخواد؟ اینجا میبینید که LLO برای من چاپ شده. خب پس دقت داشته باشید بچه ها، وقتی که ما ایندکس بعدیمون رو اینجا گذاشتیم در واقع تا یکی قبل از اون برای ما چاپ میشه. در واقع ایندکس آخری که برای ما چاپ میکنه ایندکس شماره 4 هست. میگیم تا 5، یعنی رسیدی به 5 توقف بزن، خود ایندکس شماره 5 رو برای من چاپ نکن. از 2 تا 5 یعنی خود 5 ایندکس شماره 5 جزءش نیست و دیگه چاپ نمیشه. پس وقتی مثلا ما میگیم از ایندکس شماره 0 تا ایندکس شماره مثلا 3، خب در واقع تا کجا باید چاپ کنه برای ما؟ هل رو باید برای ما چاپ کنه و ایندکس شماره 3 رو دیگه به ما نشون نباید بده. پس بیاید این کار رو با هم دیگه انجام بدیم. من میگم پرینت کن برای من x کروشه باز و بسته ایندکس شماره 0 تا چی؟ ایندکس شماره 3. چیزی که انتظار داریم چاپ بشه خب میگیم 0 چاپ میشه، 1 چاپ میشه، 2 چاپ میشه، 3 خود 3 دیگه چاپ نمیشه. بیاید اجرا بگیریم، هل برای ما رویت میشه. پس ما اینجوری میتونیم یک بخشی رو از استرینگ خودمون رو چیکار کنیم؟ صدا بزنیم با استفاده از ایندکس هایمون رو از اینجا تا اینجا، از اینجا تا اینجا، به همین سادگی. در بخش پایینی بچه‌ها من سریعتر اینا رو بگم که شما هر موقع خواستید ازشون استفاده کنید دیگه فقط ویدیو رو نگاه کنید دوباره. توی بخش بعدی اومده گفته آقا از حالا اینجا عددی نذاشته تا 5. ببینیم که این چه اتفاقی میفته. اگر من پرینت کنم بالایی رو کامنت کنم که توی دست پای ما نیاد، یه CLS هم اینجا بزنیم که تمیز بشه. میگم آقا پرینت کن برای من x کروشه باز و بسته، خب عدد اول رو هیچی نمیذارم و عدد دوم رو مثلا میذارم 5. خب بچه‌ها وقتی که ما چیزی اینجا نمیذاریم بیاد پرینت بگیریم ببینیم که چی میشه. هلو رو برای من چاپ کرده، همونجور که میبینید از 0 شروع کرده. یعنی اگر شما 0 بذارید یا هیچی نذارید هیچ فرقی نمیکنه، بازم هلو رو میاره. پس
وقتی که اینجا عددی نذاریم در واقع داریم میگیم که از 0 تا فلانجا، از 0 تا فلانجا برای من چاپ کن. خب این از این. بریم سراغ بعدی. مثال بعدی اومده گفته از 2 برای من چاپ کن تا بعدی هم که عددی نذاشته. ببینیم این چجور میشه. این رو هم پرینت بگیریم، میگیم پرینت کن برای من از متغیر x کوروش باز و بسته از ایندکس شماره 2 تا ناکجا آباد. ببینیم که چی برای ما چاپ میکنه. همونجور که میبینید لوورد رو برای ما چاپ کرده از ایندکس شماره دوم تا آخر. پس اگر در انتها چیزی نذاریم و این اول یک عددی رو قرار بدیم چی میشه؟ از اونجایی که عدد رو گذاشتیم تا انتهای استرینگ رو برای ما چاپ و نمایش میده. به همین سادگی. پس این هم یک مورد. بچه اینا خیلی کاربردیان ها، اینا رو داشته باشید و هر موقع بهشون نیاز پیدا کردید حتما استفاده کنید. خب پس این از این شد. پس ما بخش های مختلف یک استرینگ رو میتونیم صدا بزنیم به همین سادگی. خب حالا نکته بعدی اینه که من این نکته مهم بعدی رو هم همینجا بهتون میگم که همه توی یک فیلم داشته باشید. ببینید بچه ها، وقتی که ما استرینگ رو اینجا داریم، شما اگر از آخر به اول بخواید بیاید ایندکس های شما با -1 شروع میشن. یعنی در همین کلمه پراب، حالا هلو وردی که اینجا هست، این کاراکتر حالا تعجب یا علامت خطر، حالا نمیدونم شما چی میخواید بهش بگید، در واقع ایندکسش اگر از آخر بخوایم به اول شروع کنیم میشه -1. مثال واسهتون میزنم، البته مثال خود W3 Schools داره. ببینید اینجا میگه پرینت کن از متغیر b که هلو ورد هست از -2 از -5 تا -2. خب -5 کدومه بچه‌ها؟ خب با هم بشماریم. -1 -2 d میشه -2 -3 -4 -5. از -5 تا -2. -2 کدومه بچه‌ها؟ -1 -2. یعنی اورل باید برای ما چاپ بشه چون این آخری که خودش نباید چاپ بشه. حالا بیاید با هم تست کنیم ببینیم که درست میگیم یا نه. اجازه بدید. بله همونجور که میبینید اورل برای ما چاپ شده ORL، چون که ایندکس شماره 5 -5 میشه. بگید بچه ها -1 -2 -3 -4 -5 میشه O که خودش حساب میشه و -2 هم میشه. از اینجا بشماریم -1 -2 دی میشه و خود گفتیم ایندکس بعدی توی چاپ ما نمیاد و تا اونجا چاپ میشه. یک مثال دیگه توی گوگل بود بچه‌ها، بهتون تصویرش رو نشون بدم. اون یک مقداری این مطلب رو پوشش داده. ببینید از ایندکس 0 وقتی ما میگیم نگاه کنید خود جی توی این داستان ما میفته، ولی مثلا تا ایندکس 5 که میریم به نرسیده به 5 تموم میشه. حالا شاید مثال خیلی جالبی نبود ولی من این تصویر رو هم دیدم که شاید میتونست یک راهنمایی باشه، ولی خب اون چیزی که الان ما یاد گرفتیم خیلی چیز پیچیده‌ای نیست و خیلی راحت میشه درکش کرد. تایم ویدیو ما هم 18 دقیقه شده. خب ببینیم نکته دیگه ای هم هست که با هم داشته باشیم که به درد بخوره. خب همین دیگه بچه‌ها. پس ما اسلایسینگ رو در استرینگ ها یاد گرفتیم و صدام هم گرفت بچه‌ها چون خیلی انرژی داشتم. امیدوارم که این قسمت رو هم با دقت ببینید و واسهتون مفید بوده باشه. در بخش نظرات حتما اگر نظری راجع به دوره دارید به من بگید. ممنونم ازتون. امیدوارم قسمت بعدی دوباره همدیگه رو ببینیم. پس تا جلسه بعد خدا یار و نگهدارتون.